سرخط خبرها. رد ادعای روسیه درباره حضور گروه‌های هراس افغان. ذبیح الله مجاهد میگوید هیچ گروه بیگانه در خاک افغانستان حضور یا فعالیت ندارد. با منظور رفع سوء تفاهم و حل مسئله از طریق تماس مستقیم به اصلاح نائل یابد. پیگیری حملات هوایی پاکستان در سطح سازمان ملل. امیر خان متقی نگرانی کابل را با معاون دبیرکل این سازمان در میان گذاشت. دا د پاکستان د ستراتیژیکو پلانونو اساسي ستراتیژي ده چې در سیمه نام نکړې ده. تاکید ایران بر ادامه روابط دیپلماتیک با افغانستان. اسماعیل بقایی میگوید موضوع به رسمیت شناسی امارت اسلامی همچنان در جریان است. ما به نتیجه قطعی برسیم حتما در این خصوص از طریق وزارت امور خارجه اطلاع رسانی خواهیم کرد. و سایه تهدید بر دور سوم مذاکرات ژینو. ایران و اتحادیه اروپا نسبت به پیامدهای گسترده هرگونه درگیری هشدار دادند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 مهر 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبرها. سخنگوی امارت اسلامی ارزیابی تازه وزارت خارجه روسیه درباره حضور گسترده گروه‌های هراس افغان خارجی در افغانستان را تکرار ادعاهای گذشته دانست و تاکید کرد که این ارزیابی با واقعیت‌های موجود سازگار نیست. او گفت که افغانستان از حاکمیت واحد و امنیت کامل برخوردار است و هیچ گروه بیگانه در کشور حضور یا امکان فعالیت ندارند. گزارش از نستر نمیری. سخنگوی امارت اسلامی ارزیابی تازه وزارت خارجه روسیه درباره وضعیت نظامی و سیاسی افغانستان را تکرار ادعاهای دانست که به گفته او از زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان مطرح بوده است. به گفته ذبیح الله مجاهد این ارزیابی مربوط به حضور گروه‌های هراس افغان خارجی با واقعیت‌های موجود سازگار نیست و تاکید کرد که افغانستان تحت حاکمیت واحد قرار دارد و از امنیت نیز برخوردار میباشد. مجاهد خواستار آن شد که ارزیابی‌ها باید بر اساس واقعیت‌های عینی ارائه شود. ما متاسف هستیم که از آدرس منابع در روسیه همچون ادعا صورت میگیره و ادعا بسیار پیشینه و حتی از وقت اشغال آمریکایی است که این موضوعات تکرار میشد. حالا همین موضوع باز تکرار شده. در کل ما رد میکنیم و آنها را فرا میخوانیم که واقعیت ها در افغانستان را درک کنند و بر اساس واقعیت های عینی گزارشات خود را آپدیت کنند. بیشتر در ارزیابی تازه وزارت خارجه روسیه وضعیت نظامی سیاسی افغانستان پیچیده عنوان شد و ادعا گردیده بود که شمار جنگجویان گروه‌های هراس افغان در این کشور حدود 20 تا 23 هزار تن است که بیشتر آنان اتباع خارجی هستند. در این گزارش همچنین آمده است که نیروهای امنیتی امارت اسلامی در ماه‌های اخیر عملیات‌های را در برابر هسته‌های وابسته به داعش انجام دادند که در نتیجه آن میزان حملات این گروه کاهش یافته است. پدیده تروریسم با ابزار استفاده بعضی از کشورها در جهان تبدیل شده است. اظهارات اخیر وزارت خارجه روسیه نشان دهنده از این است که روسیه از حضور گروه‌های تروریستی در منطقه تشویش داره از یک طرف و از طرف دیگر بعضی دولت‌ها بخصوص پاکستان همیشه کوشش میکنه که وضعیت افغانستان ناامن بسازه، ناامن جلوه بده. در همین حال آگاهان مسائل سیاسی تاکید دارند که اطلاعات مطرح شده بر اساس منابع غیر مستقیم و گزارش کشورهایی است که رابط خوبی با افغانستان ندارند. از این رو برای رفع سوء تفاهم‌ها باید تماس مستقیم برقرار شود. کشور فدراتیو روسیه از منابع ملل متحد و باوجود از کشورهایی که هنوز با افغانستان مناسبات ندارند دریافت کرده است. با منظور رفع از دشواری‌ها لازم است تا وزارت امور خارجه افغانستان با اداره امنیت ملی همراه با وزارت امور خارجه فدراتیو روسیه و اداره امنیت ملی فدراتیو روسیه مستقیما در تماس شوند و با منظور رفع سوء تفاهم
به حل مسئله از طریق تماس مستقیم به اصطلاح نائل یابند. گفتنی است که پیشتر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدیدات داعش برخی کشورها بار دیگر نسبت به حضور گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در واکنش امارت اسلامی اعلام کرد که داعش در زمان حضور نیروهای آمریکایی گسترش یافته بود، اما پس از بازگشت حاکمیت امارت اسلامی این گروه سرکوب شده و مخفیگاه‌های آنان از بین رفته است. وزیر خارجه امارت اسلامی در تماس تلفنی با معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی نسبت به حمله‌های هوایی اخیر پاکستان و تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد. در این گفتگو متقی تاکید کرد که هیچ گروه شبه نظامی در افغانستان حضور ندارد و هیئت‌های دیپلماتیک می‌توانند از محل حملات بازدید کنند. معاون دبیرکل سازمان ملل نیز گفته است که موضوع این حمله‌ها را با کشورهای عضو سازمان ملل مطرح خواهد کرد. گزارش از اناهیتا اندر. امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی در تماس تلفنی با روزماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات هوایی اخیر پاکستان که در آن غیر نظامیان هدف قرار گرفتند ابراز کرد و این حملات را بی اساس خواند و تاکید کرد که در افغانستان هیچ گروه مسلح وجود ندارد و تمام طرفها می توانند وضعیت محل حمله را از نزدیک بررسی کنند. روزماری دی کارلو نیز جان باختن غیر نظامیان را محکوم کرده و افزوده است که این موضوع را با کشورهای عضو سازمان ملل و طرفهای زیره مطرح خواهد کرد. پروژو اخیستلو د غرب او د شرق د جګړې د پرمخ وړلو لپاره او په سیمه کې د ناامنۍ او د هندوستان او د چین او د روسیې او د اسیا میانه او زموږ د ګاونډیو هیوادونو لپاره دردسر جوړول، جنگ او جګړه جوړول او دلته ناخوالو ته لاره خپلول دا د پاکستان د ستراتیژیکو پلانونو اساسي ستراتیژي ده چې در سیمه نام نکرده ده. پس از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان و افزایش نگرانی‌های شمار از کشورهای منطقه نسبت به گسترش تنش‌ها، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به چالش‌های موجود میان کابل و اسلام آباد، آمادگی تهران را برای جلوگیری از تشدید بحران و کاهش تنش‌ها میان دو کشور اعلام کرد و با تاکید بر اهمیت خویشتن‌داری و حل و فصل اختلافات از مسیر گفتگو و راه‌های دیپلماتیک تنش‌های اخیر را نگران کننده خواند. توصیه همیشگی ما گفتگو، خویشتن‌داری و تلاش برای رفع اختلافات از طریق دیپلماسی است. آمادگی خودمون هم اعلام کردیم همیشه برای استفاده از مساعی جمیلمون جهت جلوگیری از تشدید تنش‌ها. با این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای با اشاره به جان باختن شمار زیاد از افراد ملکی در نقاط مختلف کشور از همه طرف‌های درگیر خواست تا تنش‌ها را فوراً متوقف کرده و برای حفاظت از غیر نظامیان اقدامات عملی انجام دهند. اما تاکید کرده که جلوگیری از جان باختن غیر نظامیان یک مسئولیت فوری است و تمامی جناح‌ها باید اصول حقوقی بین المللی بشردوستانه را از جمله تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامیان، رعایت تناسب در عملیات‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آسیب به افراد ملکی را رعایت کنند. کار برخلاف همه موازین بین‌المللی و نقض سریع حقوق بشر و مداخله در امور داخلی یک کشور آزاد و مستقل مانند افغانستان باشد. امیدوار هستیم جامعه جهانی نه تنها اینکه این عمل خائنانه پاکستان را تطبیق کنند، باید اقدامات لازم را از طریق آوردن فشارهای لازم و تحریم‌ها بالای پاکستان و نظامیگران آنها فشار بیاورند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد حقوق بشر در افغانستان، نسبت به جان باختن غیر نظامیان به ویژه کودکان در حملات رژیم نظامی پاکستان نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و از طرفها خواستار خویشتن‌داری و رعایت قوانین بین المللی شده است. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، نیز تاکید کرده که سازمان همکاری‌های اسلامی و جامعه جهانی باید این حملات را محکوم کنند. او بار دیگر این حملات را ظلم بزرگتر خوانده است. تلاش کرده که در افغانستان حاکمیت مطابق میلش باشه و این عمق استراتژیک برش باشه و هیچگاه از این ناحیه نگرانی نداشته باشد. گفتنی است که در پی نگرانی‌ها بر حملات هوایی پاکستان در افغانستان، روز گذشته هند نیز در واکنش به این حمله گفته که پاکستان برای پنهان کردن ناکامی‌های داخلی خود دست حمله به خاک افغانستان می‌زند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که تماس‌ها و مراودات میان افغانستان و ایران در سطح خوب ادامه دارد. او تاکید کرد که موضوع به رسمیت شناسی امارت اسلامی یک مسئله حاکمیتی و سیاسی است که از مدت‌ها پیش مطرح بوده و همچنان در جریان قرار دارد. گزارش از نستر نمیری.
رسمیت شناسی امارت اسلامی هنوز در نقطه تصمیم نهایی ایران قرار نگرفته و همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در روابط کابل و تهران است. پس از بگومگوها در این مورد، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که موضوع رسمیت شناسی حکومت افغانستان یک مسئله سیاسی و حاکمیتی است و تصمیم گیری درباره آن همچنان ادامه دارد. به گفته اسماعیل بقایی، روابط کابل و تهران بر پای احترام متقابل، منافع مشترک و پیوندهای فرهنگی و دینی استوار است و تماس‌ها و تعاملات میان دو طرف در سطح خوب قرار دارد. تماس‌ها و مراودات بین دو کشور در سطح بسیار خوبی ادامه داره. بحث شناسایی خب موضوعی است که از مدت‌ها قبل مطرح بوده. یک بحث حاکمیتی و سیاسی است ماهیتاً و هر وقت که ما به نتیجه قطعی برسیم حتما در این خصوص از طریق وزارت امور خارجه اطلاع رسانی خواهیم کرد. با این حال پرسشی که مطرح است این است که با وجود ادامه روابط در سطح قابل توجه میان افغانستان و ایران، چه عوامل باعث شده است که ایران هنوز حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناسد و اگر این به رسمیت شناسی صورت گیرد چه تأثیری بر گسترش روابط و همکاری های دو کشور خواهد داشت؟ ایران با وجه که در 4 سال گذشته تعاملات مثبت زیادی را دارند، اما بازم به خاطر از اینکه ایران با تحریم‌های جدی جامعه بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ مواجه است و مشکلات متعدد را با جامعه بین‌المللی دارند و از طرف مشکلات در داخل ایران باعث شده که ایرانیان منفعت خود ببینند و در موضوع به رسمیت شناختن همگام به جامعه بین‌المللی و انتظار فیصله‌های نهایی جامعه بین‌المللی داشته باشند. رابطه ایران و دولت فعلی افغانستان در سطح بسیار خوب و بلند است. یعنی بدون به رسمیت شناخته شدن هم در حقیقت رابطه بسیار عادی وجود دارد. به رسمیت شناخته شدن از سوی ایران یک تصمیم سیاسی است که به رهبران ایران تعلق دارد، اما به هر حال رابطشان در سطح بسیار بلند است. در سطح سفیر نمایندگی دارند. پیش از این سفیر ایران در کابل اعلام کرده بود که از دید تهران مانع جدی برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی وجود ندارد. این اظهارات علیرضا بیگدلی نشان می‌دهد که با وجود تأخیر در اعلام رسمی، سطح روابط میان دو طرف به گونه‌ای پیش رفته است که زمینه‌های سیاسی برای رسمیت شناسی تا حد فراهم دانسته می‌شود. و در خارج از کشور، در آستانه دور سوم مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در ژنو، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد و هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق شرایط برای ایران بسیار دشوار خواهد شد. در مقابل مقام‌های ایران نیز نسبت به گسترش غیر قابل کنترل دامنه هر گونه درگیری نظامی در منطقه هشدار دادند. روابط امریکا و ایران این روزها در میانه‌ای از تنش، تهدید و مذاکره قرار دارد. با وجود تاکید دو طرف و ادامه گفتگوها و جریان داشتن مذاکرات، آرایش نظامی نیروها در منطقه نیز به وضوح دیده می شود. در همین ارتباط پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد که جنرال دینکن، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا، به دونالد ترامپ و مقامات ارشد این کشور نسبت به خطرهای جدی حمله نظامی به ایران هشدار داده است. به نوشته آکسیوس، این هشدار به طور ویژه بر احتمال گرفتار شدن واشنگتن در یک درگیری طولانی مدت و پرتلفات متمرکز بوده است. با این حال، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال به این گزارش واکنش نشان داد و آن را کاملا نادرست و تحریف شده خواند. او تاکید کرد که جنرال کین چنین سخنی نگفته و تنها بر پیروزی تمرکز دارد. ترامپ همچنان خاطر نشان کرد که تصمیم گیرنده نهایی در مورد جنگ با ایران شخصی او است. تمام آنچه درباره احتمال جنگ با ایران نوشته شده نادرست و عامدانه تعریف شده است. این من هستم که تصمیم نهایی را اتخاذ می کنم. ترجیح می دهم به یک توافق دست یابیم، اما اگر توافقی حاصل نشود، آن روز برای آن کشور و متاسفانه برای مردمش روز بسیار بدی خواهد بود. همزمان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به پیامدهای غیرقابل پیشبینی هر گونه درگیری هشدار داد و تأکید کرد که دامنه چنین جنگ نامحدود خواهد بود. جنگ با ایران می تواند کل منطقه را درگیر کند.
به جنگ دیگری در منطقه نیاز نداریم. هنوز فرصت برای دستیابی به راه حل از طریق دیپلماسی وجود دارد و باید از آن استفاده کنیم. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران در نشست کنفرانس خلع سلاح در ژنو تاکید کرد که هر گونه اقدام نظامی پیامدهای گسترده بددنبال خواهد داشت. پیامدهای هر حمله جدید محدود به یک کشور نخواهد بود و مسئولیت بر عهده کسانی است که آغازگر این اقدامات هستند یا از آن حمایت می کنند. حق ایران در داشتن انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز قابل مذاکره نیست و نمیتوان آن را تحلیق یا انکار کرد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری اعلام کرد که در صورت شکست مذاکرات و آغاز جنگ نیروهای مسلح ایران پاسخ مناسبی خواهند داد و همچنین در واکنش به اظهارات ویتکاف مبنی بر تعجب ترامپ از عدم تسلیم ایران تاکید کرد که واژه تسلیم در قاموس ایرانی ها جای ندارد. این اطمینان از اعتماد به حقانیت خودمون، به تاریخ و تمدن فرهنگ ایران، به خاطر اینکه اساساً واژه تسلیم در تکست بوک ایرانی ها جایی نداره. چنین کلید واژه‌ای رو ما هیچگاه نپذیرفتیم. اساساً هم منش و کنش ایرانی ها نشون داده که با تسلیم میانه‌ای ندارند. خواست ملت ایران به ویژه در این 47 سال عزت و استقلال و احترام به حرمت تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران بوده. این موضوع در حال مطرح می شود که قرار است دوره سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا روز پنجشنبه 7 مهر در ژنو برگزار شود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از نیز خبر. تا دیدار بعد، خدا